اقامتگاه‌های سنتی که ما در آنها بزرگ شدیم به صورتی غیر قابل تحمل رشد کرده‌اند. در آنها هر نشان ویژه‌ای از راحتی از طریق دانشی فریبنده و هر رد پای از پناهگاه به واسطه پیمان پوسیده از دلبستگی‌های خانوادگی خریده شدند. خانه در گذشته ماست، یعنی دیگر خانه‌ای وجود ندارد. به نظر می رسد بهترین شیوه رفتار برای رویارویی با همه اینها کناره‌گیری و قبول نکردن تعهد است. این به بخشی از خلق و خوی فرد تبدیل می شود که در خانه خود نیز احساس آرامش نکند. جالب اینجاست که آدورنو بلافاصله پس از رسیدن به این نتیجه ظاهری خودشون رو واژگون میکنه. آدورنو خودش رو با یک پارادوکس مواجه میبینه، پارادوکسی که دارای یک تز یک آنتیتز و آدورنو باید به یک سنتز برسه. تز این پارادوکس نادیده گرفتن ناخوشایند همه اون چیزهایی است که ضرورتاً علیه مردمند. نمیشه ندید و این به نابودی میکشه. آنتیتزش اینه که وقتی که این عدم قبول تعهد فاش بشه به صورت یک ایدئولوژی در خدمت کسانی قرار میگیره که با وجدانی ویرانگر خواهان حفظ شرایط موجود هستند. زندگی نادرست هرگز نمیتواند درست دوام یابد. میبینیم که حتی برای یک تبعیدی که قصد کنارگیری داره راه گریزی وجود نداره، چون بی‌تفاوتی این نه آن خودش به یک موضع عمیقاً ایدئولوژیک تبدیل میشه. نمیشه بی‌تفاوت بود. آدورنو بحث خودش رو ادامه میده و نتیجه گیری میکنه. جستجو و کاوش شکاکانه همیشه سودمند است. سعید برای تبعید مزایایی هم قائله. گرچه یک روشنفکر نامحرم یا در حاشیه یا در تبعید از مزایای قدرت و احساس در خانه بودن بی بهره است، ولی برخوردار از لذت حیرت زده شدن است. لذتی که فرد هیچ چیز رو بدون اندیشیدن نمیپذیره. خیلی لذت بخشه که وقتی که چیزی رو باید بپذیرید در موردش اندیشه کنید. این فقط ویژگی روشنفکریه که در حاشیه و در تبعیده که دنبال رو نیست، هر کاری رو میکنه از طریق اندیشیدن انجام میده. روشنفکر نامحرم مانند کشتی شکسته‌ایه که می آموزد چگونه در بعضی حالات با خاک و نه در خاک زندگی کند. او مانند رابینسون کروزو نیست که به فکر مستعمره کردن جزیره کوچکش باشه، بلکه مانند مارکوپولوست که به اعتبار حس تشخیص حیرت آورش هرگز درمانده نمیشه. او رهنوردی است گذرا، مهمانی است گذرا، ولی طفیلی نیست، کشورگشا نیست، مهاجمم نیست. دومین مزیت تبعیدی اینه که روشنفکر تبعیدی یا نامحرم مسائل رو هم بر حسب اونچه که در پشت سر گذاشته میبینه و هم بر حسب اونچه که واقعی و ملموسن. بنابراین دارای یک روشنبینی مضاعفه، چون ذهنیت مقایسه‌ای داره و مسائل رو با هم مقایسه میکنه. یکی از چیزهایی رو که سعید شدیداً در مورد روشنفکران مغرب زمین ازش انتقاد میکنه اینه که موقعی که اونها در مورد بنیادگرایی اسلامی داد سخن میدن و از اون انتقاد میکنند، اون رو با بنیادگرایی مسیحی و یهودی مقایسه نمیکنند. بنابراین اون حالت جهان شمول بودن روشنفکر رو اینها ندارن، چون حالت مقایسه‌ای نیست. دقیقاً از چارچوب یا از پشت عینک فقط ملیت و زبان خودشون دارن این مسائل رو میبینند. مزیت دیگر تبعیدی بودن اینه که روشنفکر مایل نیست چیزها رو همون گونه که هست ببینه، بلکه به فرایندی توجه داره که اون چیزها رو به اون صورت در آوردند. بنابراین یک ذهنیت فرایندی، اگر بخوایم فرایند نگر داره. به خاطر همین نه شخصیت‌های برجسته و نه نهادهای باشکوه چنین روشنفکری رو به هراس نمی‌اندازند، چون می‌دونن اینا هم گذراند. این بومیان و روشنفکران به اصطلاح محرم هستند که از شخصیت‌های برجسته یا نهادهای باشکوه وحشت دارند و به همین دلیل در برابر اونها کرنش